سلام برش اومدیم به این ویدیو، یعنی قسمت 5 تراریا که ما اومدیم اون موقع با سایفه کوچولو رو بزنیم که ریدیم. آره دیگه، یه NPC پیدا کردم الان اینه هاش. الان باید برای NPC خونه بسازم. حالا تا من خونه میسازم چیپس و فافکاتون آماده کنین، لایک و سابم کنین. ببین بچه ها، من تصمیم گرفتم کلا این بالا رو 4 تا اتاق NPC بذارم، یعنی یه خونه، 2 خونه، 3 خونه، 4 خونه، 4 تا خونه NPC. یه دونشون هم که بدبخت اینجاست نیاوردمش، میخوام واسش الان خونه بسازم. باید بریم تو کرافتینگ تیبل راستی. میایم اینجا، چند تا؟ 1 2 3 تا در، 1 2 3 4، 1 2 3 4. حالا بقیه‌شو همه تبدیل به اینا میکنیم. به نظر من 92 تا کمه. برم یه دونه چوب دیگه بزنم، یه دونه درخت بزنم. چه سوتی. آره 160 فکر کنم کافی باشه. یه دونه در، 2 تا در، 3 تا در، یه دونه میز، 2 تا میز، 3 تا میز. بریدم که بریدم پایین. چرا ای بابا برو بالا. 5 تا میز، یه صندلی، ای بابا، 2 صندلی، 3 صندلی، بعد 4 صندلی. حالا ایناش ایناشو بذارم، فقط باید تورچ بذارم توشون. ای بابا کم بود آخرم. یه دونه 2 تا دیگه باید درخت بزنم. از خسته شده بودم از دست اون توره. خیلی آروم میکند. 50 تا شد. فکر کنم 100 دیگه خیلی زیاد ساختم. فکر کنم بی نهایت زیاد ساختم. فقط مونده چند تا تورچ بذارم توشون. این از این، این از این، اینم از این و اینم از این. حالا میایم اینجا، خونه این بدبخت بیچاره رو میذاریم اینجا و میگیم این خونه درسته، این خونه اوکیه، این خونه اوکیه، این خونه هم اوکیه. فقط منتظر NPC های دیگه باشیم. راستی بچه ها، من اومدم برم باس بزنم، یعنی اومدم خونه NPC بسازم. شب شده بود، بعد الان صبح شده. من 2 تا لنزم جمع کردم. آره اینها دیدم که چرا اینو گذاشتم. اینم بذارم. خب الان ما باید چیکار کنیم؟ منتظر NPC باشیم، منتظر یه NPC خاص که گان میفروشه. باید کلی پول جمع کنیم. فکر کنم 35 تا گولد میخواد واسه اون چیزه، واسه اون گانه. یه گان خیلی مسلسل، خیلی خفنه. واسه اون فکر کنم 35 تا گولد میخواست. و پولامونو بذاریم تو این چسته.
آره باید بریم کلی پول جمع کنیم. چرا دود زد ازش بالا؟ این اصلا پول نمیده. اوه میتونیم بگی وایسا یه فکری دارم، یه فکر خیلی خوب دارم. ببینم پیر مردک تورت چیه؟ چند تا تورت؟ 25 تا سیلور، یعنی هر دوتاش باید 25 تا باشه. آره خوبه دیگه، خیلی زیادم هست. تازه باید بریم دم این پیرمرده تورشو بخریم. اینم که خیلی زیاده، تورشو بذاریم اینجا. بچه ما اگه پرنده ها رو مثلا این خرگوشه بزنیم بهش، مثلا اگه بگیریمشون خیلی میارزن اینا. بیا ببینم ویا چه قشنگ. ببینم اگه الان من یه دونه خرگوش دارم، یه دونه قداری بلوچه، آها یه سنجابه دیگه بیا. باید همینطوری دنبال حیوان باشیم. حیوان ببین من الان خب کرم نریزی که میخوام حرف بزنم. جوداش خب ما الان 4 تا خرگوش جمع کردیم، یه دونه قناری، 2 تا سنجاب، یه دونه بلدرچین. میایم پیش این آقاه اقشه بزنی سنجاب دیگه. آقا سنجابه، سنجاب قهوه‌ای بود، سنجابش فرق میکرد. اینا فکر کنم بهتر از همشون بخره. بیا اینو میفروشم بهت، اینم میفروشم بهت، اینم میفروشم، اینم میفروشم، اینم میفروشم، این کسان اینم میفروشم، اینم میفروشم، اینو عمرم بفروشم، اینم میفروشم. بذار کلی خرت و پرتی که دارم رو بفروشم. بذار کلی خرت و پرتی که دارم رو بفروشم. مثلا این کلنگر هم دیگه نیاز نداریم. اینا رو هم بفروشم و بعد من دیگه برم. خیلی دیگه بازی کردم. اینو میفروشم. این کلنگه اصلا به درد نمیخوره. این بلدرچینه رو نفروختم. یه دونه گلد دارم. من اینا رو بذارم تو صندوق. بچه ها خداحافظ، خیلی خسته شدم. خداحافظ تا ویدیوی بعدی.